یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن هست و به جان است. این سرور آن است رهبر به غم خلق و وطن، خلقت جودش پاک است وجودش، پرچم به کفش خواست در امنی زمان است. او با همگان است، او با همگان است. در آخر به پیشوای معظم ملت سربلندی، سلامتی، تنصیحاتی خوانم و بگذار همیشه بالای سری خان تاجیک سربلند و موفق باشند. این فضای آسایشته و صلح و ثبات همیشه در تاجیکستان عزیزمون حکم فرما باشد.